این خوانش مارکسیستی چیست؟ 12 تا محور درش وجود داره که این محورها مهمن، اهمیت تاریخی دارن، بعضاً اهمیت علمی دارن، اما روی هم رفته غلطن. توضیح خواهم داد که چرا. اولین محور در خوانش مارکسیستی از تمدن، از جامعه، از زبان، از پدیدارهای فرهنگی انسانی به معنای اعم کلمه مبتنی است بر مفهومی به نام دترمینیسم که به غلط در فارسی چی ترجمه میکنن؟ جبر میگن، جبرگرایی میگن، از این حرفا. دترمینیسم ربطی به این حرفا نداره. دترمینیسم که من در فارسی به موجب انگاری ترجمهش میکنم، موجبیت علی، یعنی وقتی که شما منظومه‌ای از علل مادی دارید و یک علت فاعلی این علل مادی رو با هم گرد می آورد، معلول ناگزیر به وجود خواهد آمد. به این رابطه علی میان زمینه مادی، علت فاعلی و ظهور معلول میگیم چی؟ دترمینیسم یا موجب انگاری. فروید معتقد به دترمینیسم. چه نوع دترمینیسمی؟ دترمینیسم بیولوژیک. آدام اسمیت بنیانگذار اقتصاد سیاسی لیبرال معتقد به دترمینیسم. چه نوع دترمینیسمی؟ دترمینیسم اقتصادی. یعنی جهان اقتصاد عبارت است از ارزش مبادله و ارزش مصرف، نرخ کار و بهره ناشی از سود و همه عوامل زندگی اجتماعی در واپسین تحلیل ذیل این نوع از موجبیت علی قرار میگیرن. اصطلاح فروید چیه؟ میگه over determination in the last instance, sur determination en dernière instance. تعین علی در واپسین وهله. یعنی چی؟ 100 تا علت موجوده مادی، تا علت فاعلی قدم به عرصه نگذاره اون علل مادی فعال نمیشوند. علت مادی برای آدام اسمیت لزوم تجارته. علت فاعلی برای آدام اسمیت کیه؟ شخص بورژواست، اون کسی که وسیله تولید و بهبود میده، ماشین بخار میسازه، ناگهان نرخ سود رو چندین 100 برابر افزایش میده، نظام سرمایه‌داری شکل میگیره، نظامی که مدام در حال بهبود ابزار تولیده. برای مارکس که معتقد به دترمینیسم یا موجب انگاری است، علت مادی چیست؟ تولید. علت فاعلی کیه؟ علت فاعلی کیه؟ طبقه کارگر، نیروی مولد اجتماعی. تا طبقه کارگر نباشه سود وجود نخواهد داشت. بورژوا به سود نمیرسه. بورژوا سودشو از چی برداشت میکنه؟ زمانی که کارگر داره ماده خامو به کالا تبدیل میکنه، اون سود بورژواست، اونو برمی‌داره میذاره تو جیبش. این لااقل اون استدلال کلیدی مارکس اینه. برای فروید علت مادی چیه؟ زمینه بیولوژیکی زیست شناختی ما، اینکه ما اصلا موجود زنده ایم و دنبال این هستیم که زندگی کنیم، یعنی اراده معطوف به حیات داریم. از این لحاظ فروید و نیچه کاملا شبیه هم هستن، فروید و برگسون کاملا شبیه هم هستن، فروید و ویلیام جیمز، فروید و اسپنسر، اینا همه شبیه هم هستن. اراده معطوف به حیات. علت فاعلی چیه؟ مسئله ناخودآگاه، اون نیرویی که این رو میراند به سمت‌هایی که میطلبد و به سمت‌هایی که ما خودمون دوست نداریم اما از اونجا سر در میاریم. درست شد؟ پس ببینید این دترمینیسم چند تا شکل اصلی داشت. یه شکل اقتصادی نزد آدام اسمیت، یه شکل تاریخی اجتماعی نزد مارکس و یه شکل روانشناختی نزد فروید. پس اصل مهمیه. حالا متفکر مارکسیست به متابعت از مارکس دترمینیسم رو چی تعبیر میکنه؟ سازمان تولید به عنوان امر مادی
و طبقه مولد پرولتاریا، طبقه کارگر منسجم صنعتی به عنوان علت فاعلی. پس اگر ما میخوایم دنیا رو توضیح بدیم، دترمینیسم به این درد میکنه دیگه، یه برداشتی از علم فیزیک، مثل که شما فیزیک رو میخوای برداری بذاری کجا؟ در دل علوم اجتماعی. همونطور که فیزیک با نیرو و جاذبه کار میکنه و چگالش، من اونها رو ترجمه کنم به علوم انسانی، به علوم انسانی قطعیت ببخشم. همونطور که فیزیکدانا اینقدر با قطعیت حرف میزنن. آرزو این بود. این آرزو بین مارکس و فروید آرزوی مشترکیه که جوری درباره انسان حرف بزنیم، جوری درباره ساختار تمدن حرف بزنیم که مولای درزش نباشه. همانطور که علوم دقیقه درباره ماده اینجوری حرف میزنن که مولای درزش نمیرود. درست شد؟ حالا متفکر مارکسیست میگه اگر شما میخوای دنیا رو توضیح بدی و علمی باشه توضیحت، باید رو چه پایه‌ای باشه؟ زمینه مادی علت فاعلی، زمینه مادیش سازمان تولیده و علت فاعلیش یه طبقه خاص اجتماعیه. پس هر توضیح جز این میشه توضیح غیر علمی. ببینید میخوام بگم پایه کجاست. این پایه رو اگر شما از همون کسانی هم که ادعای چپ میکنن برید دقیقاً بپرسید، به زبان آدمیزاد نمیتونن براتون توضیح بدن که دقیقاً، فقط میدونن یه چیزی هست. این فیلم چه کسی امیرا کشت رو دیدید شما؟ اون آقای آتیلا پسیانی اونجا میگه که امیر به من میگفت یه عده‌ای که ما پرتغالیا، منظورش پرولتاریا بود، و چاپیدن. من همینو فهمیده بودم که اون یه عده‌ای یعنی بورژوازی که ما رو بدبخت کردن، ما باید بریم انتقاممون رو از اونا بگیریم. البته خودش توی خونه نشسته بود که غذای زیاد از زندان اومده بود، ولی بعد گفت خوش اخلاقی کردم اونجا، بعد بهم امتیاز دادن، یعنی هوامو داشتن. خیلی فیلم بانمکیه، حالا اگر دوست داشتید من باب تحقیق ذائقه میتونید ببینید. این پایه در واقع اندیشه مارکسیستی شماره 1. محور دوم مفهوم اصالت تاریخه. همه شؤون حیات انسان تاریخمنده، برشی است از زمان و منظور از زمان ساختارها و شاکله‌های تولیدن، تولید بردهداری، تولید فئودالی و تولید سرمایه‌داری. پس وقتی میگیم تاریخ، منظورمون تاریخ آگاهی انسان نیست، تاریخ تولید بشر. نه شکل دومش. پس هر توضیحی باز جز این میشه توضیح غیر علمی. ببین تأکیدم اینه که بقیه حالیشون نیست، غیر علمی حرف میزنن، ما به علم واقعی شناخت ساختارهای اجتماعی دسترسی پیدا کردیم. سیم ما وصله. اون نکته اصلی، اون کور اصلی خانواده فکری چپ، حالا انواع و اقسامشون از قرن 19 از مرحوم مارکس شما بگیرید تا به امروز، روند این بود. محور سوم این است که در تقابل میان هستی انسان و آگاهی انسان، آنچه که تعیین کننده است مقوله کاره. ما از کجا از هم فهمیدیم آدمیم؟ از روزی که کار کردیم، ابزار ساختیم، تولید کردیم. پس انسانیت اجتماعی انسان منوط به آگاهی، متافیزیک، رمز، راز، جادو، اسطوره اینا نیست. منوط به چیه؟ در واقع مفهوم لیبر، کار و نیروی کار. یعنی چی؟ یعنی مسئله ابزارها. و هر چی که جز این تولید میشه سوپر استراکچره، روبناست. دین روبناست، اخلاق روبناست. کی اینا رو وضع میکنه؟ اونه که میخواد از محصول کار سود بیشتر ببره. دین درست میکنه که سود بیشتر ببره. اخلاق درست میکنه که شما توجیه بشید، به روند موجود ادامه بدید، قطعش نکنی، اعتصاب نکنی، زیر میز نزنی.
هدف از اون روبناها مشروعیت سازمان اجتماعی کاره. ببینید اینا موتیف‌های اصلی هنوز هم همین هست. منتها میگم اینقدر اینا رو تو همون لفافه های آنچنانی میبرن، میگم به زبون آدمیزاد نمیشه اینو ترجمهش کرد که اینا در مورد چی دقیقاً دارد شده. مقوله 4 تقسیم اجتماعی کار. میگن که آقا کار تقسیم میشه، سازماندهی میشه، کار هدف گذاری میشه و اولین تقسیم اجتماعی کار تقسیم جنسیتی کاره. یعنی یه عده‌ای به نام مرد در این نظام تقسیم کار بناست متمتع بشن و یه عده‌ای به نام زن در این نظام تقسیم کار بناست تمکین کنن. پس اولین تقسیم کار تقسیم جنسیتی کاره. ببین هنوز نشانی از فمینیسم مدرن وجود نداره. قرن 19 یه کتابی داره فریدریش انگلز، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، و اونجا اینا رو صورت بندی میکنه و یه حرفی هم میزنن، میگن برای ما اهمیت نداره تحقیقات انسان شناختی دقیقاً اینا رو نشون میدن یا نه، مهم اینه که اینها اعصاب جامعه رو تحریک میکنه و برای ما یار میتونه بیاره. در این حال که ما حرف خیلی غیر علمی هم نزدیم، یعنی بخش‌هایی از انسانشناسی قرن 19 اینو تایید میکرد، جلوتر که آمد دیگه تایید نمیکرد، اما گفتن مسئله نیست، ما اون چیزی رو که میخواستیم و گرفتیم. به روی همون پایه ادامه دادن تا به جایی که در واقع به جای اینکه پژوهشگران نتایج علم انسانشناسی رو عیار بگیرن، نتایج مبارزه های مارکسیستی رو عیار میگرفتن. عنصر 5 میگیم سیاست چیست؟ ارسطو جواب داده تو چند تا کلمه روشن. سیاست عبارت است از نگه داشتن قلمرو، تأمین تغذیه و پرهیز از هر گونه روندی که منافع عمومی رو به خطر بیاندازد. ازش بپرسن یعنی چی؟ میگه یعنی این که ما با جامعه مواجه باشیم که در واقع این پدران پسران خودشون رو کفن نکنن. منظور از حفظ قلمرو اینه، برعکسش اتفاق بیفته. نسل جوان جامعه نگاه داشته بشه برای آینده، پدر پسر رو کفن نکن. خیلی ساده است. یعنی شما وارد شوک‌ها، انقلاب‌ها، جنگ‌ها تا جایی که میتونید نشید. کار سیاست پرهیزه. واژه ویرچو که ما میتونیم در فارسی به تقوا، فضیلت ترجمهش کنیم، ویرتوالیته، اصلا یعنی همین، یعنی پرهیزکاری، یعنی منابعمون رو هدر ندیم، هر چی که هست رو نگه داریم، حتی چیزایی که ممکنه خوشایندمون نباشن، اما اونا هم میذاریم تو انباری، چیزی رو از دست نمیدیم. سیاست. وقتی ما میرسیم مارکس تعریفی میکنه از سیاست، میگه نه، سیاست یعنی پیکار طبقاتی. ما 2 طبقه مشخص داریم که یکی نفی دیگری است. این 2 با یکدیگر به همزیستی مسالمت آمیز نمیرسن. یکی میباید مطلقاً دیگری رو از میدان به در بکنه. امکان آشتی وجود نخواهد داشت و نباید بگذاریم که امکان آشتی به وجود بیاد، چون در اون صورت تصویری که ما داریم از آینده و تصویری که ما داریم از تاریخ ارائه میدیم باطل میشه. مسئله واقعیت نیست، اینه که تصویر ما از واقعیت درست عذاب در بیاد. نکته کلیدی. نکته 6، اگر سیاست ما تعبیر بکنیم به این که بناست از طریق پیکار طبقاتی ما به نتایج
درخشان و روشنی، یعنی نفی مطلق طبقه حاکم برسیم، خب یه عده‌ای باید این کار رو انجام بدن. قاعدتاً این عده باید سازماندهی بشن، باید تربیت بشن، باید توجیه بشن، باید آمادگی این کار رو ذهناً، نظراً و عملاً داشته باشن. خب آدما از کجا ساخته شدن؟ به قول فرانسوی‌ها میگن که این مغز اینا از همون چوبی ساخته شده که از جنگل جامعه قطع کردن. ادامه اون جامعه موجودن دیگه، ناگهان که تربیتشون عوض نمیشه. درسته؟ یعنی خیلی از این مناسبات رو این آدما درش نفس کشیدن، توجیهن، قبولش دارن. چگونه ناگهان طغیان کنن و همه چیز رو تغییر بدن؟ پس ما باید یه کار خیلی مهمی بکنیم. اینجا مفهوم هژمونی از آنتونیو گرامشی، متفکر مارکسیست قرن 20 زاده میشه. میگه ما تمام چیزهایی رو که در سنن تاریخی در گذشته تمدن وجود داره باید بی اعتبار جلوه بدیم. دولت چیز بدیه، خانواده چیز بدیه، عشق چیز بدیه، تعهد چیز بدیه. تنها چیزی که درسته تعهد به حزب و مبارزه برای رسیدن به اون هدف متعالیه. همه این چیزایی که تا الان بودن غلطن، ذاتاً غلطن. باید اینا رو تو چشم مردم خوار و بی‌مقدار کنیم که هژمونی فرهنگی به دست بیاریم، اون مبارزی که می‌خوایم و بپرورونیم. وگرنه آدم‌ها تو شرایط عادی خانواده و تمدن و فرهنگ و دین و اخلاق و سنتشون رو ول نمی‌کنن. باید یه کاری بکنیم که بتونن ول بکنن، باید خارش بکنیم. نکته هفتم، هگل میگوید که سوژه در دوران مدرن در عذاب رنج میکشه. از چی؟ همه چیز رو میدونه، آزادی رو میفهمه، وجدان شخصی داره، مفهوم عدالت رو درک میکنه، دادگری رو درک میکنه، گذشته تاریخی دستش اومده، میدونه آینده باید چه شکلی باشه، اما نمیتونه. یعنی وقتی به مقام عمل میاد، دانستگیشو میخواد به کردار تبدیل بکنه، پاهاش میلرزه. از چی؟ از عواقب غیر مترقبه اعمالش. میگه اگر ما همه اینه که الان من میدونم که درسته، میدونم که درسته، سیر تاریخ دستمه، کتاب خوندم، مطالعه کردم، دانشگاه، همه چیز، اگر دست به کنش زدیم و خرابتر شد چی؟ اگر نیروهای ظلمانی و ناخودآگاه در جامعه آزاد شدن، دمار از روزگار ما در آوردن چی؟ اگر هیولاهای به چشم ندیده‌ای در این میدان آزادی خواهی ما به میدان آمدن چی؟ میگه یه کمی دیگه صبر بکنیم، یه مقداری میدونم میخوام چیکار، ولی نه، یکم شاید از این ستون به اون ستون فرج بشه. معذب سوژه مدرن، میداند ولی نمیتواند، میلرزه، میترسه. تازه یه چیز دیگه هم هست، انسان در دوران مدرن کلی به دست آورده. در دوران پیشامدرن آدمیزاد اینقدر امکانات نداشت، اصلا نداشت. الان میترسه نکنه اینا رو از دست بدم. همینه که از آبباری که این زندگی، به هر حال اینا رو من تو همین دوران با تمام عذابی که داشته به دست آوردم، از کجا معلوم که اینا یه شب تباه نشه، بی‌قدر نشه؟ هگل میگه این سوژه مدرن دیگه، دانای کل و ناتوان مطلق، یه چیزی تخت بند خدا و حیوان. خداست تو فلسفه، حیوان در سرسپردگی ایدئولوژیک و اجتماعی. هر چی که بهش میده چشم دنبال میکنه. یعنی شما تو جامعه پیشامدرن چند تا یعقوب لیث صفار داشتی تو اقوام مختلف، تا بگو نه من قبول نمیکنم این وضع، طغیان میکنم و میکردن. چقدر تو همه ملل از این رابین هودها، از این یعقوب لیث ها، از این آدمای این شکلی پیدا میشد دیگه، کم نبود. تو دوران مدرن چقدر همین چیز شما میبینید، طرف میگه آقا من اصلا این کاره نیستم، با فضا میدونم، درکت میکنم، خودم هم همین وضعو دارم،
ولی چیکار شما الان توقع داری من چه گوارا بشم برم؟ من نمیتونم، من اهل این قصه ها نیستم. خیلی میگه این موجود مفلوکیه، در این حال بسیار واقع بینه، در این حال بسیار ناتوانه، در این حال بسیار داناست، مملو از تضاد این سوژه مدرن. پس شما باید یاد بگیرید به تضاد فکر بکنید. مارکسیسم اینو یه شبه حل میکنه، میگه من این تضاد رو حلش پیدا کردم. خیلی آسونه. شما وقتی که مثلا فرض بفرمایید توی خانواده سیگار کشیدن مثلا تابو باشه، اگر مثلا یه نفر به خصوص تو سن نوجوانی سیگار دستش ببینن، خب داستانه، باید پاسخگو باشه. ولی اگر یه جمعی شده باشن، 2 تا بزرگتر هم توشون باشن، میگن سیگار، میگه آقا دایی هم بود، اونم بود، این یکی هم بود، یه مقدار جرم خب تلطیف میشه، بعدم عادی میشه، نورمالایز میشه، میگن خب دیگه فلانی هم بود تو جمعتون، اینم بود اونم بود. مارکسیسم اینو بدین سان حل میکنه، میگه اگر شما میفرمایید این سوژه مفلوکی است و این سوژه مفلوک بناست غلبه بکنه بر این عذاب وجدان خودش، بر این وجدان معذب خودش، کی میتونه این کار رو انجام بده؟ وقتی عده زیادی با هم این روند رو طی میکنن. برای اینکه بتونن این روند رو طی بکنن، یه سازمانی، یه جایی لازمه به نام حزب، به نام سازماندهی سیاسی، میان اونجا و میگن با هم میخوایم این تضاد رو یک بار برای همیشه و به هر قیمت ممکن در هم بشکنیم. یه مفهومی متولد میشه به نام حزب پیشاهنگ تاریخ. چون هممون جمع شدیم، بنابراین همون جرممون هم خطرمون انگار همدیگه که نگاه میکنیم یه عده‌ایم، تلطیف میشه، کاهش پیدا بکنه، نرمال میشه، میریم جلو، ببینیم چه خواهد شد. پس این تضاد با چی حل میشه؟ با نفی فردیت و ادغام سوژه در سازمان. یه شبه واقعا هم یه شبه میگه آقا من راه حل پیدا کردم. یه اصولا چپ ماشین تولید راه حله برای مسائل چند هزار ساله، در این حال که خیلی احمقانه نیست، بی نهایت غلطه، بی نهایت غلطه. نکته 8، وقتی که ما با فرهنگ مواجه میشیم، وقتی که ما با تمدن مواجه میشیم، در سنت فکر اروپایی میان اینها تمایز هست و تعریف جداگانه میدن. میگن فرهنگ عبارت است از یک نرم افزار فکری و معرفتی. تمدن عبارت است از تحقق سخت افزاری همین نرم افزار به صورت تکنیک، دولت، سیاست، تجارت و غیره. پس فرهنگ و تمدن در نرم افزاری بودن و سخت افزاری بودن با هم تمایز داره. این بحث تو آلمان خیلی قدمت داشت و روش کار شد. هگل هم خیلی به این معتقد بود، بعدیان به این معتقد بودن تا مارکس و مارکسیست‌ها گفتن نه ما همچین تفاوت قائل نیستیم. تمدن یعنی روند تقسیم اجتماعی کار و فرهنگ یعنی روند توجیه این قضیه. پس فرهنگ و ایدئولوژی یه چیزه و اون چیزی که اصل تمدنه. پس ما اول باید فرهنگ رو از جامعه بزداییم، تمدن رو نگه داریم، بتونیم فرهنگ رو با ایدئولوژی یکی بکنیم که اندیشه خودمون رو جای فرهنگ قدیم جا بندازیم. اسم اینو میذارن روند نقد ایدئولوژی. ببینید خیلی خطرناک، هم خیلی غلطه، ولی غیر عقلانی نیست. یعنی شما با شعور متعارف میگه خب چیز مثلا خیلی غیر قابل قبولی هم نیست. خب بله دیگه، فرهنگ همیشه وضعیت توجیه میکنه. پس فرهنگ و ایدئولوژی یه جنسن. یه تمدنی هم هست که اون تمدن ریشه نداره، جهانیه. چون از چی میاد؟ از تکنولوژی میاد. تمدن با سخت افزار تکنولوژیک یکیه، فرهنگ با ایدئولوژی یکیه. تمدن نیاز به نقد نداره، باید عوض بشه، ولی فرهنگ رو نه تنها نقد، نفی هم باید کرد. ایدئولوژی دیگه، ایدئولوژی طبقه حاکم.
نکته نهم میگه که حالا اگر ما قبول بکنیم که روند نظریه پردازی ما نقد ایدئولوژیه، با یه ساحتی توی انسان ها ما سرکار داریم به نام اخلاق. خب یه سری گزاره ها هستن خیلی قدیمی هستن. حق حیات، صیانت نفس، عشق، تعهد. میگه نه، این چیزایی که هست غلط نیست، دوره داره، تاریخ داره، انقضا داره. بعدم تاکتیکی میشه این رو قبول کرد یا رد کرد، چون اصل کجاست؟ توی تاریخ و اون مبارزه‌ای که بناس به آینده برسه. پس این گزاره‌های اخلاقی رو من مارکسیست نمیگم رد میکنم، بسته به تاکتیکم انتخابشون میکنم. یه روز ازشون دفاع میکنم، فردا صبح دفنشون میکنم، دورشون میندازم. برای من اصولی نیستن، تاکتیکن، روند و ترفندن، نه یک فرایند شناسنامه دار. نکته 10 برسیم سراغ اصل قضیه. انگار که خب به هر حال بنیان اندیشه مارکسیستی و خانوادی جهانی فکر چپ بر اساس اقتصاد، واقعیتی و تقسیم کار و مبادله و مصرف و توزیع و اینها. حالا با اقتصاد چه کنیم؟ میگه آها، من گفتم اقتصاد زیربناست، اما اینو در نقد سرمایه‌داری میگم، نه در مورد خودم. یعنی اگر من میخوام جامعه سوسیالیستی درست بکنم، از افراد طلب کار میکنم، نه طلب خلاقیت. از افراد طلب ادغام در جمع میکنم، نه ارائه جوهره های آفرینشگرانه. از افراد طلب همکاری میکنم بدون دریافت سهم. آیا افراد زیر بار میرن؟ همچین چیزی میپذیرن؟ نه، قاعدتاً مقاومت میکنن. میگه پس ما باید این رو، نکته 11، اگر مایل هستیم یه همچین چیزی جای بگیره، باید براش یک فرهنگ نو بسازیم. نام اون فرهنگ رو میذاریم فرهنگ سوسیالیستی، فرهنگ آرمانهای اشتراکی. میگیم اینی که تو همچین چیزی رو قبول نمی کنی از پستیت میاد. اگر به مقام انسانیت اجتماعی برسی قبول میکنی. چرا قبول نمی کنی؟ اون چیزای کثیفی که از تاریخ تو ذهنت مونده تو رو وادار به مقاومت و استکاک میکنه. اگه اونا رو از دست بدی، به فرهنگ سوسیالیستی بپیوندی، خیلی راحت قبول میکنی. میدونی که اینا درسته، میدونی که اینا اخلاقی دادگرانه است، مقام جاستیس توش وجود داره، عدالت درش وجود داره. و نکته 12، حالا گیریم آقا ما یه جایی موفق شدیم، یه جایی یه مملکتی رفتیم گرفتیم، چیکار باید بکنیم؟ یعنی چگونه بناست اونجا مستقر بشیم و ادامه بدیم، در صورتی که در واقعیت با نیروهای رقیبی ما مواجهیم، با منقدین، با کسانی که ممکنه ما رو قبول نکنن. بین خودمون هم اختلاف به وجود میاد، بالاخره آدمیم دیگه. یعنی همین گزاره هایی که تا الان شمردیم، 11 گزاره، تو خود اینها هم تفسیر میتونه شکل بگیره. یه چیزی متولد میشه به نام سانترالیسم، تفکر مبتنی بر تمرکز سیاسی. میگه ببین، ما یک عده‌ای رو داریم به نام نخبگان سیاسی. اینها چون تاریخ خوب بلدن، دیالکتیک خوب بلدن، تضاد خوب بلدن، آینده رو هم تشخیص میدن، مسیر درست و از نادرست رو تشخیص میدن. و شما وقتی دچار این تضادها میشی، گوشت باید بدهکار نخبگان روشنفکری باشه. در شکل سازمانیش تو شوروی سابق بهش میگفتم پولیتبورو، کمیته مرکزی. الان که این چیزا وجود نداره، چه مفهومی این جمع میشه؟ مفهوم نخبه سالاری روشنفکران که نقطه مقابل چی قرار میگیره؟ wisdom of crowds، خرد جمعی. یعنی اندیشه مارکسیستی از خرد عامیانه، عمومی، عادی مردم به عنوان یک خرد آلوده،
اول باید سلب حیثیت بکنه و بگه نخبگان درست فکر میکنن که ماشین حقیقت سنجن برای سنجش رفتارهای شما. به این مفهوم میگن سانترالیسم. این 12 تا کور مارکسیسم خانواده فکری چپه. بسیار ظاهر عقلانی داره، فوق‌العاده غلط و مهمله. ببین مهمل نه به عنوان تختعه من نمیگم، مفهوم منطقی مهمل مد نظرمه، یعنی در مورد واقعیت موجود چیزی به ما نمیگه، یه واقعیت جای واقعیت موجود خلق میکنه، میگه تو به این باور داشته باش. من چیزی در مورد واقعیت نمیخوام بهت بگم. شما از این متفکر مارکسیست هیچ وقت نمیتونید توقع داشته باشید تاریخ به شما درس بده. یه تاریخ میسازه که اینو شما قبول کن. اسم اون تاریخ چیه؟ تاریخ نزاع طبقاتی. و تبصره آخر، نتیجه همینا. فلسفه رو میخوایم تعریف کنیم. مثلا تفکر چیست؟ تفکر نبرد طبقاتی است در عرصه نظریه. یعنی ما چیزی نمیخوایم در مورد دنیا بهتون بگیم، ما میخوایم مبارزه کنیم. هرچی هم توی این مبارزه به دردمون بخوره تاکتیکی قبول میکنیم یا تاکتیکی دور میریزیم. چیزی رو که دور ریختیم ممکنه فردا صبح نشخوار کنیم. تعجب نکن اگه من همچین کاری کردم. من پرنسیپ ذاتی تمدنی ندارم، بر اساس روند مبارزه گزاره هامو انتخاب میکنم. پس ببینید این میشه داستان اندیشه مارکسیسم. حالا متفکر مارکسیسم میخواد از فروید خانشی ارائه بده. میشه کتاب هر گفت جایزه بهش بدم. آفرین، اروس و تمدن. نمونه کلاسیک ترش اروس و تمدن خیلی جهانی شد چون تو امریکا منتشر شد، ولی یه نمونه یعنی مارکسیست چجوری بگم مثلا با شعورتر مثلا ویلن برایش، رولوسیون سکسوال، انقلاب جنسی. و یه نمونه دیگه خیلی هپروتی تر هم داره، اوتوگروسه. اون اصلا تفلک چون خودکشی کرد زود به اون مراحل نرسید اصلا. عرض به حضور شما که چگونه اینا خوانش میکنن. میگه که خب ما در اندیشه مارکس که این 12 تا رو یا در واقع بگیم این 13 تا رو داره، اینا که همه درستن دیگه، یعنی ما مارکسیست باید اینا قبول داشته باشیم. درست. فروید یه چیزی داره به ما میده که میتونیم ازش بهره برداری کنیم. چی میگه؟ میگه انسان تحت سرکوبه و مازاد سرکوب و از طریق روند سوبلیماسیون، برترکشی یا تسعید، تبدیل میکنه به فرهنگ. پس فروید هم داره میگه فرهنگ چیه؟ روبنای سرکوب اصل لذته. ببین این شکلی، این بیان مارکسیستیشه. ببین درسته ها، ولی اون نیست. یعنی شما تو مواجهه با خانواده فکری چپ برای اینکه قادر باشید حرفای اینا رو به زبون آدمیزاد ترجمه کنید، باید مثلا 2 تا برگه A4، من همیشه این کارو میکردم در دوران دانشجویی، بعد دیگه تبدیل شد عادت. اول مثلا حرفای اینا رو بنویسید، بعد در جدول مقابل اینا رو به زبون آدمیزاد ترجمهش بکنید. بعد می‌بینید بخش زیادش مهمله، ولی در شاکله‌ای که بیان میشه عقلانیه. یعنی شما احساس نمی‌کنید توهین به شعورت شده، حرف مهمل دارن به تحقیق. رایش میگه که ما همونطور که فلسفه رو از نظر مارکس میگیم نبرد طبقاتی در عرصه نظربری، توی جامعه هم ما یه نبرد جنسی داریم به قصد آزادی بدن از روند تولید. روند تولید خیلی آزاردهنده است که شما باید کار کنی، درآمد داشته باشی، قسط بدی، مالیات بدی. خب ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که همزمان آزادی بدنمندی جنسی داشته باشه، یعنی اون داستان سرکوبگری فروید رو منتفی کنه و آزادی از مالکیت داشته باشه، یعنی هدف مارکس رو در واقع برآورده کنه. میشود؟ چرا نمیشود؟ شدنیه. بریم مثلا همچین کاری انجام بدیم. بعد میایم در میان مردم میگیم کاندیدا میخوایم برای انقلاب جنسی. خب طرف خانواده داره، اون بچه داره، اون پدر داره، اون افراد میگن آقا ما از وضعمون راضییم، یعنی ما مشکلی نمیبینیم. میگه آها
برای اینکه ما بتونیم یک نیروی پیدا بکنیم، طبقه کارگر نیروی مناسب این ماجرا نیست. به این میگیم فروید و مارکسیسم فرویدی معاب. اولین نهله‌ای بودن گفتن طبقه کارگر به درد انقلاب نمیخوره، چون انقلاب باید انقلاب جنسی هم باشه. باید بریم سر وقت کیا؟ مردمی که وسط جامعه و هنوز به هیچ طبقه‌ای تعلق ندارن. دانشجو. آقا ما با یه عده‌ای سرکار داریم. توی آلمانی، توی انگلیسی هم ترجمهش نمی‌کنه، من ندیدم. یه اصطلاحی داره ویلهلم رایش، اینا استاد اصطلاح سازی، یعنی اگر محافظه‌کاران و حتی لیبرال‌ها 1/100 اینها ارزه تولید مفهوم داشتن، الان مریخ هم فتح کرده بودن، چه رسد به زمین. درگیر این همه زامبی و موجودات عجیب و غریب تو ملل و کشورهای مختلف هم نبودن به نام چپ. یه چیزی میسازه توی آلمانی بهش میگن فرایشوبندس اینتلیگنتسیا، روشن فکر بی لنگر. فرایشوبندس یعنی کشتی که لنگر ننداخته، اون وسط داره. میگه دانشجویان فرایشوبندس اینتلیگنتس، یعنی اینها به هیچ طبقه‌ای تعلق ندارن. مخاطب اصلی ما اصلا با طبقه کارگر کار نداریم. ما میتونیم جامعه رو از طریق هژمونی نسل جوان دانشگاهی به سمتی که میخوایم بکشونیم. بعد گفتن نه، زنان موضوع بحث ما نیستن. میخواد عاشق بشه، بچه بیاره، اصلا مالکیت پیدا کنه. باید بریم سراغ بخشهایی از زنان که احساس طرد از نظم اجتماعی بورژوایی دارن، که داستان لزبیان و غیر و ذالک اینا چیزای جدیدی نیست، مال دهه 60 میلادی. یه شاگردی این رایش در امریکا داشت که مادر اون فمینیسم رادیکالی است که الان دوست ندارن ازش اسم ببرن. علتش پیامدایی بود که پیرامون این آدم و اون کالتی که درست کرده بود شکل گرفت. اسمش نمیبرن. داستان ظل السلطان رو شنیدی؟ سر ماجرای در واقع پالون خر. این داستان چپ نوعه به نسبت چپ مارکسیستی و ارتدوکس قدیم. میگن که ظل السلطان میره شکار، برمیگشته، در مسیر بازگشت راه گم میکنه، از قراولاش جدا میشه. دیگه غروب بوده و تو خونه دهاتی وارد میشه و خودشو معرفی میکنه. اون دهاتی هم لباس و کلاه و اینا میگه شازده چیزیه دیگه. میگه ما شب و اینجا بگذرونیم و صبح مثلا 2 مرتبه. بعد میگه که یه چیزی هم بیار مثلا ما رومون بندازیم. میگه والا من یه پتو دارم که روی زن بچه‌م، شما که شرفت بر نمیداره اونو از روی بچه‌ام بردارم شما بزنم، ولی یه پالون خر دارم. خلاصه زن و صدامش پوش بوده که برو پالون خر بخوای روی پسر ناصرالدین شاه بندازی، برو پی کن. به نزدیک صبح که میرسه دیگه سرما استخونسوز میشه، میاد به دهاتیه میگه ببین خودشو بیار ولی اسمشو نیار. داستان بعضی از این جریان‌هایی که در حد فاصله افول مارکسیسم ارتدوکس، یعنی مارکسیسمی که همه چیزو تو طبقه مولد میدید، و مارکسیست‌های روانکاو که میگفتن امیدی به طبقه کارگر نیست، اینا اصلا از جاشون نمیجنبن. چرا؟ راضی‌ام، بیمه میگیره، زندگی داره، کم کم شبیه بورژواها میشه، به خصوص تو امریکا با قسط هم که صاحب همه چیز میشه. خب این که از جاش تکون نمیخوره. ما باید بریم دنبال یکی که خیلی هپروتی باشه و بتونه این پروژه‌ای که ما بهش میگیم و پیشنهاد میدیم و انجام بده. دانشجویان و مطرودان اجتماعی. این آغاز خانواده فکری چپ نو. یه خانمی پیدا میشه به نام شلامت فایرستن، کتابی داره به نام Dialectic of Sex. دیدید شما این کار رو؟ این 1971 منتشر شد. یه کالتی هم پیرامونش شکل گرفت، تقریبا به بدنامی کالت چارلی منسون. چارلی منسون همونی که راه افتاده بود شد. انقدر فاجعه شکل گرفت الان فمینیستای امروز دوست ندارن اسم شلامت فایرستون رو حتی دیگه بشنون. منظورم فمینیستای یعنی قضیه باید ملایم تر بشه یه مقداری، چون خود اون یه چیزی بود در حد چارلی منسون، یعنی اصلا به یه جایی خیلی باریکی داشت ماجرا میکشید و جنبه‌های جنایی کم کم در واقع به خودش میگرفت. و یه دستجاتی هم درست کرده بودن به نام بلک تایگرز در امریکا که خب خیلی ترور کردن، نمیدونم دزدی کردن فلان، و جامعه اون یه همدلی که با اینا داشت و
دیگه تو دهه 70 از دست داد. اون فیلم مشهور راننده تاکسی اسکورسیزی که میبینید در واقع اواخر دهه 70 پایان این دوره است. این دوره‌ای که از دهه 60 تو امریکا شروع میشه و تو دهه 70 میماسه و پیروزی عجیب و غریب ریگان محافظه‌کاران در امریکا دیگه یه میخی شد تو این تابوت برای یه دوره تا سرکله کلینتون و اون عمل و عکرش توی امریکا پیدا شد. حالا من نمیخوام وارد اون جزئیات و ظرافت تاریخیش توی امریکا بشم، گرچه فوق‌العاده مهمه. گروه دیگری پیدا میشوند در فرانسه از جمله این مارکسیست‌های روانکاو، میگن نه، دانشجویان هم به درد نمیخورن. ما می 68 رو دیدیم، امروز انقلاب کردن، فردا صبح یه دونه رمان از شوروی اومد مجمع جزیره گولاگ، همشون رو برگردن، گفتن اصلا مارکسیسم عقیه. ما باید بریم دنبال آدمای مناسب‌تر. این چیزایی هم که شما میگید چون تو فرانسه قانونی بود، ببینید مثلا تو امریکا هم جنس خواهی تابو بود و جرم، خود در فرانسه قانونی بود، بنابراین چیزی نبود مثلا رادیکال جلوه بکنم. گفتم خب هست دیگه، داخل تمام این محله‌های سرژرمن دپره پر از این آدما، چیزی نیست که مثلا بگید نیروی انقلابی فلان. بعد یه آدم تازه پیدا کنیم. اون آدم کیه؟ موجودات جهان سومی، یعنی آدمایی که از قافله مدرنیته عقب افتادن، با مفاهیم مدرن رو در رو نشدن، اما اشتیاق مزمن به تغییر دارن. اینا رو باید بفرستیم اونجا، چون اینجا کار نمیکنه. شد داستان آقای فوکو و رفقا، یعنی اینجوری چشم میگردوندن ببینن کجا یه افروسانس، شوق تغییر وجود داره، حرفا رو بندازن گردن اون مردم. و این مثلا در ایران جواب داد در سال 57. این نکته فوق‌العاده مهمی. یه یادآوری به من بکنید، این 10-20 صفحه این کتاب Postmodern Political Discontent رو بگذارم و واقعا خیلی جالبه، چون عنوانش هم هست مثل فوکوگویز تو تهران. این منباب این که این تبارشناسی، این افتضاح یه مقداری بررسی بشه و نقش لایه‌ای از جهان غرب، چون ما همیشه هم اینجوری جلوه میدن شما بنبست های فرهنگی و فلان و بهمان. عزیز من تو خودت عین بنبستی. درسته که ما در ایران گرفتاری فرهنگی داشتیم، گرفتاری تاریخی فلان، مسائلی بوده بین خودمون، ولی بنبستی که از غرب اومد 100 برابر مسائل تاریخی ما نقش ایفا کرد، اثر گذاشت و باید به این موضوع در واقع واقف بود.